عجبم از آدمایی که هنوز تو این وضع گرونی و وضعی که هی روز به روز قیمت ها افزایش پیدا میکنه بازم دارن برای مردم زندگی میکنن. بازم میگه من اگه اینو نداشته باشم فلانی چی میگه، اگه اینو نخرم فلانی داره من ندارم. این مرغ بیشتر از بعضی از آدما میفهمه. تو زندگیت یک، شکرگزار باش. دو، برای خودت زندگی کن. وقتی برای خودت زندگی کنی مهم نیست کی چی داره کی چی نداره، خودتی و خدا.